درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم بگم چجوری بتونیم ایونت نیشنال تیمز انجام بدیم. برای گرفتن یکی از این بازیکنان باید این مراحلی که بازی میگه رو انجام باید بدیم. در کل 10 تا مأموریت هست که باید انجام بدیم. اولین مرحله میگه باید 7 روز آنلاین شیم داخل بازی. مرحله دوم میگه باید 7 بار با هوش مصنوعی خود بازی کنیم. سومین مرحله میگه باید آنلاین بازی کنیم. پس از انجام این مراحل میتونیم این سکه را به دست آوریم. دوستان، منظورم از بازی آنلاین این بخش بود. و بازی با هوش مصنوعی در این بخش. آموزش دوم این که چجوری گزارشگر اضافه کنیم به بازیمون. برای این کار وارد تنظیمات بازی میشیم. اینجا انواع از گزارشگرای مختلفی داره، ولی متاسفانه گزارشگر ایرانی نداره. لایک و سابسکرایب یادتون نره.